سلام دخترها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام آموزش ژلیش ناخن طبیعی رو بهتون یاد بدم. خب اول کار شروع میکنیم به ریموو کردن مواد قبلی. بچه ها بهتره که سرسوهانتون یه سرسوهان قوی باشه، زب باشه. دور موتورم بستگی به سرسوهانتون داره. نکته بعدی که توی ریموو باید رعایت کنین اینه که اصلا نباید فشار دست داشته باشین و بدنه سرسوهان رو باید فقط روی لاک بکشین، نه نوک سرسوهان رو. مواد ریموو شد، از راست به چپ سوهان میکشیم تا حجم مواد کم بشه. برای کوتاه کردن قد ناخن تیکه تیکه میرم جلو با همون سرسوهان قبلی. میرسیم به فرم‌دهی. با سوهان دستی لبه ناخن رو 90 درجه سوهان میکشم. سوهان رو میذارم زیر ناخن و از زیر ناخن هم سوهان میکشم. حواسم هست سایبال ها رو از بین نبرم. یه چک میکنم که ناخن کجی نداشته باشه. بچه همیشه ناخن رو برگردونیم به سمت خودتون، اینجوری راحت‌تر میتونید تشخیص بدید که ناخن کج هست یا نه. و بعد پوشر چوبی رو حتما تیزیش رو میگیریم و از سینوس تا سینوس رو تیکه تیکه میدیم عقب. این کار رو 2 بار تکرار میکنیم. یه دور هم زیر پوست میکشیم. اگر پوشر گیر نکرد یعنی درست انجام دادیم، اگر گیر کرد یعنی تمیز انجام نشده. بچه ها شما قبل از پوشر زدن از سرسوهان سنباده‌ای استفاده کنید و سطح ناخن رو کامل مات کنید. من موقع ریموو کردن با همون سرسوهان ریمووم سطح ناخن رو مات میکنم، ولی اگه شما راحت نیستین حتما از سرسوهان سنباده‌ای استفاده کنید. با سرسوهان شنی یا همون اشکی شروع میکنم به مانیکور کردن. دور موتورتون اگر سرسوهانتون قرمزه باید بذاریم بین ساعت 2 تا ساعت 5. متغیره. حالت دست هم باید دایره دایره باشه. حتما با دستتون با انگشت شستتون پوست دست رو بکشید بالا تا زیر پوست رو بتونید ببینید. بی هدف مانیکور نکنید. برای هر قسمت از انگشت شستتون کمک بگیرید و پوست رو به عقب بکشید، که البته من الان نمیتونم درست انجام بدم چون برای خودم دارم ژلیش انجام میدم. سرسوهان باید خوابیده باشه روی ناخن. دور موتور رو عوض میکنم و میذارم روی راستگرد. همون کارهایی که برای قسمت سمت چپ انگشت انجام دادم برای سمت راست انگشتم به صورت یک طرفه انجام میدم. بچه ها حرکت دست نباید به صورت رفت و برگشت باشه، باید به صورت یک طرفه باشه و اینجا چون من دارم سریع انجام میدم شاید فکر کنید دارم رفت و برگشتی انجام میدم، ولی اینطوری نیست. پودرهای اضافی که روی ناخن هست رو میگیرم، بعد با قیچی سینوس تا سینوس رو کات میکنیم. بچه ما فقط با همین انقدر از سر قیچی کار داریم، بیشتر نباید باز بشه. اگر بیشتر باز بشه احتمال اینکه پوست پاره بشه هست. قیچی باید کاملا روی سینوس خوابیده باشه. بچه ها فقط باید همون قسمتی که خط سفید ایجاد شده روی پوست رو همون جا رو فقط باید کات کنیم. اگر از اون خط پایین تر برید پوست پاره میشه و خون میفته. حین کات کردن کوتیکول ها باید همش ناخن رو تمیز کنید که اگر پوست اضافه اون زیر مونده باشه کات بشه. با پد و کلینزر روی ناخن رو تمیز میکنیم، زیر کوتیکول ها رو تمیز میکنیم که پودر اضافه روی ناخن و زیر پوست باقی نمونه. از بیسمون یه لایه خیلی نازک روی کل ناخن میزنیم و توی دستگاه بین 60 تا 90 ثانیه میذاریم که خشک بشه. بستگی به دستگاهتون داره. بعد که دستگاه اومد بیرون حتما نوچی کار رو میگیریم، چون وقتی لاکشل انجام بشه و کار نوچی داشته باشه هنوز بعد از 1 روز یا حالا 2 روز لاکی که اجرا کردیم به صورت ورقه‌ای از روی ناخن بلند میشه. بعد از اینکه نوچی کار رو گرفتیم یه لایه لاکژل خیلی نازک روی ناخن میزنیم و قسمت ریشه آروم هل میدیم به سمت لبه آزاد. میذاریم توی دستگاه بین 60 تا 90 ثانیه، بستگی به دستگاه یوویتون داره، خشک بشه. وقتی از دستگاه بیرون اومد یه لایه لاکژل دیگه روی ناخن میزنیم. برس لاک نباید مواد زیادی داشته باشه. یک طرف برس رو کامل تخلیه میکنم و با اون طرف برس که مواد داره از قسمت ریشه لاکژل رو تخلیه میکنم. خیلی آروم برسم رو روی ناخن میذارم، لاک رو آروم هل میدم به سمت ریشه و میارم بالا به سمت لبه آزاد.
به همین ترتیب کناره های ناخن رو هم لاکم رو اجرا میکنم. قلم نازک کناره های لاکم رو مرتب میکنم و بعد دست رو برمیگردونم. نهایتاً 5 ثانیه وقت هست که به صورت برعکس لاکم رو از زیر مرتب کنم، چون احتمال شره به سمت ساید بال ها رو داره، پس حواستون باشه. وقتی لاکم رو از زیر مرتب کردم برمیگردونم سمت خودم و نگاه میکنم که به سمت ساید بال ها شره نکرده باشه و بعد میذارمش توی دستگاه یووی. وقتی از دستگاه اومد بیرون نوچی کار رو میگیرم. وقتی نوچی کار رو گرفتیم یه استوهان ریز به لبه ناخن و کناره های ناخن میکشم که ماندگاری کارم رو بالا میبره. و بعد دوباره سطح ناخنم رو با کلینزر و پد تمیز میکنم و یه لایه تاپ کت اجرا میکنم و با تاپ کتم حجم میدم به ناخن. بعد میذارم توی دستگاه یووی تا خشک بشه و بعد دوباره نوچی روی کار رو میگیرم. اینم از انتهای کار. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مرسی که همراه هم بودین. خدا نگهدار.